دکتر، این چه حقیقت تلخیه که خیلی از کسایی که عاشق همدیگه هستن با هم نیستن، کسایی که با هم هستن عاشق همدیگه نیستن. شاید این اتفاق خوبی میتونه باشه. اتفاقات خوب زندگیمون به چی گیر کردن که هیچ وقت نمیافتن؟ جوابی واسه حرفات ندارم. بی جواب ترین سوال دنیا همونجاست که سعدی میگه من چرا دل به تو دادم که دلم میشکنی؟ میفهمم، ولی هیچ کس نمیفهمه تو زندگی هر آدمی یه نفر هست که دوست داشتنی ترین پنهان دنیاست. اونم مثل تو دوست داشت؟ دوست دارم، عاشقتم، فقط با تو میخندم. داشت دروغ میگفتا، به خدا میدونستم، ولی من عاشق دروغاشم بودم. خب فراموشش کن. دکتر فراموش کنم؟ اونم کسی رو که به خاطرش همه دنیا رو فراموش کردم.